سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. ما تو این ویدیو میخوایم کسایی که قصد خرید ساز گیتار الکتریکو دارن راهنمایی بکنیم. خیلی زود میریم سراغ اصل مطلب. ما اصلا وقتی که میخوایم این ساز رو بخریم باید به چه نکاتی توجه بکنیم. اول چیزی که باید بگم، من خودم این تجربه شخصی که دارم بهتون میگم و ممکنه حالا یه سری اصلا قبول نداشته باشم، ولی چیزی که من خودم توی مدتی که میخواستم ساز بخرم متوجه این نکات و این چیزایی که مهم بود شدم. من خودم کسی بودم که سالها گیتار نایلون زده بودم، یعنی زیرو بم این سازو من میتونستم خودم تشخیص بدم که چیه، چه سازی خوبه، چه برندی خوبه، چه چوبی خوبه، همه اینا رو تشخیص میدادم. ولی موقع خرید الکتریک خیلی گیج شده بودم. واسه همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست بکنم که شمایی که میخوای این سازو الان تهیه بکنی خیلی زودتر به اون چیزی که میخوای برسی. اولین چیزی که خیلی به گوشمون شاید بخوره موقع خرید ساز پیکاپ هستش. پیکاپ چیه؟ پیکاپ همون قسمت از ساز هستش که صدا رو انتقال میده به باند یا امپ ما. حالا چند مدل ما پیکاپ داریم که اینجاش خودش خیلی گیج میکنه ما رو. پیکاپ های هامباکر و پیکاپ های سینگل کویل. خب اینا چی هن؟ سینگل کویل از اسمش مشخصه، یعنی سینگل تک. اگر شما سازا رو ببینید 3 تا پیکاپ دونه به دونه زیر هم قرار گرفتن. اما هامباکر چیه؟ هامباکر پیکاپ هاییه که دوبلن، یعنی 2 تا بالا میخوره، یه دونه سینگل وسط، دوباره 2 تا پایین. پس به اینا میگن هامباکر. حالا تفاوتش تو چیه که خیلی اینجا مهمه. تفاوت این پیکاپ ها توی میزان صدا و اون حجم و گین و اون قدرت صدایی که میتونن در بیارن. حالا اون سازهایی که پیکاپاشون هامباکرن قطعاً صدا و گین بیشتری میتونن نمون بدن و بیشتر برای سبک متال خیلی استفاده میشن. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه، یک سری ساز تو رنج قیمت 25-6 تومن شروع میشن تا حدود حالا 60-70 تومن که پیکاپ هاشون هامباکره، یعنی دوبلن. پیشنهاد خود من به شما اینه که به هیچ عنوان سمت این سازهایی که توی این رنج قیمت 30 تومن تا 40 تومنن و پیکاپش هامباکره نرید، چون شما رسما دارین پول اضافه میدین و کیفیت کم میگیرید. پس این خیلی مهمه. اما سازهایی هستن که تو همین رنج قیمت پیکاپشون سینگل کویله و کیفیت خیلی خوبی دارن، یعنی شما پول اضافه برای اون هامباکر نمیدید ولی در عوض دارین یه سازی میگیرین که سینگل کویله ولی کیفیت عالی داره بهتون میده. پس تا اینجا ما پیکاپ ها رو بررسی کردیم که حالا هرچی قیمت سازتون بره بالاتر، نوع پیکاپی که توی اون ساز استفاده شده بهتر میشه. خب میشه طبیعیه، یعنی شما اگه یه سازی بخری که 80 تومن داری براش پول میدی و پیکاپش سینگل کویل، قطعاً اون پیکاپ خیلی خفن و خوبیه که میتونه خیلی صداهای خوب بهتون بده. بریج به اون قسمت ته ساز میگن که سیم ها روش قرار میگیره. نوع اول بهش میگن بریج ثابت. توی این بریج هیچ تکونی ما نداریم، یعنی بریج ثابته و حرکتی نداره. بریج نوع دوم بهش میگن ترمولوی یک طرفه، یعنی فقط این دسته‌ای که به ساز وصل شده به یک طرف حرکت میکنه. نوع سوم بهش میگن فلوید روز. فلوید روز 2 طرف است، یعنی شما هم به داخل هم به بیرون میتونید بریجتون رو تکون بدید. خب اینجا الان باز باید تصمیم بگیریم که کدوم رو استفاده بکنیم. خب توی بازه قیمتی 30 تومن تا 50 تومن سازی شما نمیتونید پیدا بکنید که فلوید روز باشه و کیفیت خوبی داشته باشه و اون دسته و اون بریج انقدر زمخت و تو ذوقتون میزنه که اصلا شاید کلا از این گیتار الکتریک زده بشین. پس اگر قرار سازتون بریجش فلوید روز باشه، حتما باید یه ساز خیلی خوب و با کیفیت باشه. خب حالا یه نکته خیلی مهمتر توی تفاوت بریج ها، بریج فلوید روز رگلاژ میخواد و این خیلی بده و این کلی وقت شما رو شاید بگیره. یعنی شما نیاز دارین هر سری که سیم میخواین عوض بکنی سازتون رو بدین به یک کسی که تخصص داره تو این کار، سیماتون رو تعویض بکنه، رگلاژ همون تنظیم بکنه، سازتون رو بهتون تحویل بده.
پس الان اینجا انتخاب ما خیلی راحت تر شد. من هی دارم با توضیح هایی که میدم سعی میکنم که انتخاب رو برای شما آسان تر بکنم. یه توضیح حالا رو ساز بدیم. این ساز پیکاپش سینگل کویل هستش، میبینید تک تک هستش. نکته بعدی که ما باید دقت بکنیم بهش، به این قسمت میگن سلکتور. خب این اصلا چیه؟ سلکتور کارش سلکت کردن یا همون انتخاب کردن پیکاپ ماه. نکته آخری که میمونه و خیلی مهمه این که این ساز باید حس و حال گیتار الکتریک رو به شما بده. خب یه سری مدل براتون مثال میزنم. آیبنز هایی هستن توی رنج قیمتی 30 تومن تا تقریبا 50 تومن. دسته های خیلی زمختی دارن، جزء سازهای میان رده آیبنز حساب میشن. پس اگر که میخواین یه ساز خوش دست داشته باشین پیشنهاد نمیکنم سمت آیبنز های رنج قیمتی که بهتون گفتم برید. خب مدل اولی که بخوایم تهیه بکنیم اسکوایر فندر هستش که از زیر مجموعه های ساز فندر هستش. شکل و شمایلش تقریبا مثل همین ساز میشه. این ساز خود فندره، خیلی کیفیت خوب و قیمت مناسبی داره برای کسی که میخواد یه سازی تهیه بکنه که استانداردها رو داشته باشه. پس اسکوایر فندر پیشنهاد اول ماست. حالا منطقی ترین خرید توی رنج قیمتی که اول ویدیو بهتون گفتم بین بازه قیمتی حالا 30 تومن تا 40-50 تومن ساز دست دومه. خیلی من اینو بهتون پیشنهاد میکنم. سازهای دست دوم افت قیمتشو کرده و شما میتونید بگردین یه سازی پیدا بکنین که تمام ویژگی هایی که شما میخواین داشته باشه ولی با قیمت یه سازی که الان تو بازار داره نو بهتون میدن. اگر خواستین شما ساز دست دوم بگیرید به این نکاتی که میگم توجه بکنید. اینا تجربه خود منه. اولین چیزی که خیلی مهمه خب سلامت سازه. خب یعنی بدنه، دسته و همه جای گیتار زیر و بمش رو نگاه بکنید که زدگی، ضربه یا شکستگی ترک نداشته باشه. حالا یه خورده هم لب پر شده باشه مهم نیست. نکته دوم تست کردن پیکاپ های سازه. ما سازمون بدون باند یا همون امپ وصل میکنیم، صدا تا حد وسط بیشتر تنظیم میکنیم و سلکتورمون رو که بهتون توضیح دادم تکون میدیم. اگر ساز نویز زیادی داشت یعنی این ساز مشکل داره. نکته بعدی که خیلی مهمه دسته سازه. دسته ساز نباید تاپ داشته باشه. این تمام نکاتیه که شما لازمه برای خرید یک ساز دست دوم گیتار بدونید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و بتونید یه ساز خیلی خوب تهیه کنید.